سفر دو روزه امامعلی رحمان به عربستان سعودی پایان یافت. امامعلی رحمان در همایش کشورهای این منطقه شرکت کرد و با ولیعهد عربستان سعودی مسائل همکاری آینده با تاجیکستان را بررسی کرد. ولی موضوعی که از این سفر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شد، خلیج عرب نامیدن خلیج فارس بود. تاریخاً منطقه‌ای که ایران و برخی کشورهای عربی جای گیرند خلیج فارس نامیده می شود، ولی چند سال اخیر کشورهای عربی این منطقه را خلیج عرب می نامند. میرزا نبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرده است و جزئیات بیشتر دارد. میرزا نبی، این بحث با چی پایان یافت و چرا سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشته است؟ سلام بینندگان عزیز. بله مومن، دقیق معلوم نیست که در روزهای اول سفر امامعلی رحمان چرا در سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشتند، ولی پس از واکنش آن را پاک کردند و تنها کشورهای خلیج نوشتند. شاید خلیج عرب نامیدن از نام رسمی همایش بود که آنجا همایش کشورهای خلیج عرب نامیده شده بود. کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را جدی گرفتند و واکنش جدی کردند. اسفندیار آدینه به عنوان مثال روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه‌اش در فیسبوک دستورالعمل سازمان ملل متحد را نشر کرد که این منطقه را خلیج فارس نامیده است. در عموم موضوع خلیج عرب نامیدن این منطقه بارها بحث‌های دیپلماتی را نیز ایجاد کرده است. ایران به این موضوع همیشه حساسیت نشان می‌دهد و خلیج عرب نامیدن خلیج فارس را تلاش تحریف تاریخ می‌نامد. احتیاط در مناسبت با ایران بود یا چیزی دیگر که سامانه پرزیدنت تاجیکستان احتیاطکارانه خبرهایش را اصلاح کرد، یعنی ظاهراً بی‌طرفانه این منطقه را کشورهای خلیج نامید. و به عنوان مثال عابد شکرزاده تاریخدان تاجیک نیز هم با تاکید به دلایل تاریخی گفته است نباید این منطقه را خلیج عرب نامید. امید جیهانی فعال دیگری شبکه‌های اجتماعی نوشته است که خلیج عرب در قدیم دریای سرخ را می‌نامیدند و اکنون هم خلیج در شمال مصر را می‌نامند. و در این بحث دیده می‌شد که حتی طرفداران حکومت نیز ناراحتند. بخزاده جامی، یک فعال شبکه‌های اجتماعی که همیشه از سیاست‌های حکومت پشتیبانی می‌کند، خلیج فارس نامیدن این منطقه را پشتیبانی کرده است. همینه. میرزا نبی، چرا این موضوع حساس است؟ ببینید، عربستان سعودی و ایران دو کشوری در این منطقه به هم مناسبت خوب ندارند و همیشه سر مسائل گوناگون بحث‌های دیپلماتی دارند. تاجیکستان ظاهراً تلاش دارد که هم با ایران که سر قدرت پیروان اهل تشیع هستند و هم با عربستان سعودی که قدرت را سنی ها در دست دارند مناسبت یکسان داشته باشد. ایران در چند طرح اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و تاجیکستان تلاش دارد که از عربستان سعودی نیز سرمایه به دست آورد. بحث خلیج فارس به اندیشه کارشناسان در شرایط امروز به نفع حکومت تاجیکستان نیست. شاید همین بود که پس از واکنش‌ها فوراً سامانه پرزیدنت کشور موقع بی‌طرفی را گرفت و این منطقه را تنها خلیج نامید. تشکر. میرزا نبی خالقزاد بود که درباره واکنش کاربران در مورد خلیج عرب نامیدن خلیج فارس صحبت کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیات.